Arz elədiyim kimi bu canlı yayında mən mühəndislik cəhl haqqında danışıram və farsca danışıram ki, bizim türkcə deyənlər ki, biz türk yaxçı bilmirik, onlar da bilsinlər, farslar da bilsinlər və ərəblər, bəluçlar, kürdlər, lollar, bəxtiyarilər, talişlər, mazənilər, ciyləşlər və qalanlar da bilsinlər ki, biz nə deyirik. Bu çox mühümdür, çünki cəhl fəqət bizi tutmur. Farslar da cəhlə qurbandılar. Ərəblər də, bəluçlar da, yəni İranda yaşayan insanlar İran içindəki cəhlə, mühəndisliyə cəhlin mühəndisliyinin, cahiliyyətin mühəndisliyinin qurbanıdılar. Bir də dünya üzərində bir cahiliyyət mühəndisliyi var. Onun da biz dublə qurbanıyıq, iki təbəqə qurbanıyıq. İcazənizlə mən fars bölümünə keçim və fars bölümündə danışaq. Bismillahirrahmanirrahim. سلام دوستان عزیز، انصاف علی هدایت هستم و مهندسی جهل برنامه 23 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. همونطور که در 22 جلسه قبلی دیدید، در این جلسات تلاش میکنم نشون بدم برعکس اون چیزی که به ما یاد دادن که در تاریخ پدران ترک ما، مادران ترک ما فقط برای زبان فارسی کار کردن و برای اون شعر نوشتن. حالا من دارم نشون میدم که صدها بلکه هزاران برابر کتاب‌هایی که برای فارسی نوشته شده است، نه تنها در شعر ترکی بلکه در دیگر عرصه‌های زندگی و تجربی و علمی و اختراعات و اکتشافات و جغرافیا و نجوم و آسمان‌ها و قرآن و تفسیر و ترجمه و فال و استرلاب و اینا، در تمامی رشته‌های پزشکی و دامپزشکی و اینها کتاب‌ها به زبان ترکی وجود داشته و داره و اینها دستخطن، یعنی هنوز به چاپ نرسیده تا الان. بعضی از این کتاب ها 1000 سال، بیش از 1000 سال عمر دارن، بعضی از این کتاب ها کمتر عمر دارن، ممکنه 200 سال 250 سال باشه. حالا ما دیروز پریروز یک کتاب مثلا در مورد پرورش اسب، بیماری های اسب و داروهایی که برای بیماری های اسب تجویز میشه به این قدر تخصصی، نه همه حیوانات، کتاب رو معرفی کردیم که دست نوشته هستش و در آمریکا نگهداری میشه. دوستان، یک موزه در آمریکا این کتاب رو نگهداری میکنه. ما دیروز این رو وقتی به وبسایت ها دادیم یا حتی تلگرام، کانال تلگرام من هم اینو گذاشتیم، اونجا هم اگه دیده باشید اسم اون عکسی از اون موزه رو میاره، خود لینک وصل میشه به موزه و عکس اون موزه. حالا یک کتاب دیگر رو هم دیروز تلاش کردم بخونم، اجازه بدید ببینیم چی بود. متاسفانه دیروز اصلا نه اونجا تونستم بخونم و نه فرصت کردم بخونم. در نتیجه عذر میخوام، قول داده بودم که اون کتاب رو امروز بخونم. اسم کتاب بود، بذارید ببینیم اینجا چی میاره، استرم، اراده. من اینو ترجمه کردم به اراده و این کتاب اینه. متاسفانه من اینو نتونستم بخونم دیروز، یعنی وقت نذاشتم، امکانش نشد که وقت بذارم و بخونم ببینم که موضوعش چیه و در چه. من میبینید که این کتاب یک کتاب دست نوشته قدیمی هست. نگاه بکنید، این دست نوشته رو نگاه بکنید که قابل خوندنه، نه اینکه قابل خوندن نیست، ولی چون من چی میگن به این خط هنوز عادت نکردم، نمیتونم اینو بخونم. در نتیجه حالا در نتیجه این رو میذاریم برای یه برنامه دیگه که من دوباره این رو حالا چرا این کوچکتر نمیشه که بتونم. اوکی، این اون چیزی که کتاب این هست در 128 صفحه. من نظرم اینه که در مورد اراده هست. اما کتاب دیگری که دیروز خوندیم خیلی جالب بود برای من، اسمش وصیته یا وصیت نامه هست، یه چنین چیزی، ولی در مورد عقاید اسلامی
داره صحبت میکنه. یعنی اگه بخوام بگم فلسفه درون اسلام، نه فلسفه به معنی فلسفه، نه فلسفه به معنی اینکه دین اسلام جهان رو چجوری میبینه، چجوری تعریف میکنه. یکی از علماست که بزرگانی است که داره این رو تعریف میکنه. حالا این کتاب رو هم که دارید میبینید، این کتاب هم تقریبا به یک قلم، تا اینجایی که من الان صفحه زدم به یک قلم هستش. اینو بذاریم برای فردا، روزی که بتونیم این رو بخونیم. حالا بذارید بریم و از تلگرام یک کتاب جدیدی رو دانلود بکنیم و با هم اون رو برای خوندنش تلاش بکنیم. خب من اینجا تلگرام رو بر حسب شانس یا اقبال میبرم بالا، به یه جایی که برسیم بتونیم یه کتاب رو دانلود بکنیم. این علوممز رو من فکر می‌کنم دانلود کرده بودم، یادم نیستش که. بذارید ببینیم اینو، علوممز رو دانلود کرده بودم، 21 صفحه است. بله این همون ماده‌ایه که ماده قانونی هستش که قبلا اینو الهی شکر این رو دانلود کرده بودیم و معرفی کردیم. در 27 یا 28 بند داره evlenme و boşanma، اینجوریه. evlenmez نیست، evlenme و boşanma قوانینی هستش در مورد از ماده 82 شروع میشه تا میتونم بگم که تا ماده چند، تا ماده 327. اینجا اون کتابی که یکی دو روز پیش خوندیم اون نیست، اون در رابطه با قانون بود، مقدمه حقوق بود که در دانشگاه تدریس میشد به زبان ترکی. این خود قانون هستش، قوانینی که مثلا برای مجلس احتمالاً بردن این رو. یه مجلسی حالا در دوره نمیدونم، این مثلا در دوره فرض بکنید که مجلس همین که الان تو ترکیه میگن büyük ملت مجلسی، مجلس بزرگ ملت، یا بله اینه دیگه، ترجمهش به فارسی این میشه. مثلا این در دوره آتاتورک بوده، ولی قبل از آتاتورک 2 بار مجلس تشکیل شده. احتمالاً این مواد رو یه حقوقدانی برای اون مجلس می نوشته. حالا از این هم که بگذاریم، دوباره باید برگردیم بریم و ببینیم که یک کتاب بر اساس شانس و اقبالمون یک کتاب دیگر رو، مثلا اینجا عوامل فارسی رو هم میشه دانلود کرد، دید که این چی هست. البته بذارید کامل دانلود بشه، بعدا اینو باز میکنیم ببینیم که در مورد فارسی چی میگه، عوامل فارسی یعنی چی. به نظرم یک کتاب ادبی باید باشه، در این حال میتونه یک کتاب جاسوسی هم فرض بشه. بذاریم از اینجا هم دوباره بریم بالا. اون یه شانسی بود که دیدیم. علم معانی هم جالبه، این رو هم چیز بکنیم. یک کتاب دیگری هستش اینجا به معنی به اسم تألیف منیری، ببینیم که این منیری هم چه چیزی تألیف کرده. این 2 تا کتاب برای این 3 تا کتاب برای امروز کافیه. تلاش بکنیم که یکی از اینها رو اگه دانلود چیز بتونیم امروز تکمیلش بکنیم کافی خواهد بود. علم معانی چه ما بخوایم چه نخوایم در ادبیات، به خصوص در ادبیات عربی، یه علمی هست به نام علم معانی. ببینیم که این در زبان ترکی چه مفهومی داره، چون من عربیشو تو حوزه علمیه خوندم، ولی در مورد ترکی اینکه یه کتابی چنین کتابی باشه در مورد ادبیات ترکی نخوندم. ببینیم که چی هست. حالا این دانلود ما یه مقدار سرعتش پایینه، باید ببخشید. امیدوارم که بتونیم این 2 کتاب رو به سرعت دانلود بکنیم و شروع بکنیم به خوندن اینها. خب این تألیف منیری در 178 صفحه، زودتر از اون 166 صفحه دانلود شد.
این رو الان اجازه بدید که اینو الان بازش میکنم. بذارید بریم اون رو هم باز بکنیم، اون هنوز نیومده کامل. خب دوستان، این کتاب تألیف منیری چی هست نمیدونیم. منم مثل شما هیچ چیزی در این مورد نمیدونم. این در 168 قمری هجری قمری نوشته شده. الان 1446 در 178 صفحه. یعنی این حدود 300 بگیم که 340 سال قبل، 380 سال قبل این کتاب حدوداً 380 حتی بیشتر، حدوداً 400 سال قبل نوشته شده. این کتاب حدوداً 400 سال قبل نوشته شده. ببینیم چی هست. من حتی در مورد زبانش هم چیزی نمیدونم. جلدشو الان میبینیم دوستان. اونایی که دوستان الان من از هم اینستاگرام هم از تلگرام برنامه زنده رو اجرا میکنم، ولی برنامه اصلی که اینجا شما بتونید کتاب رو ببینید از کانال یوتیوب میره. یعنی دوستانی که الان اینجا علاقه دارید این کتاب رو دارید، این بحث رو دارید میبینید، وقتی مراجعه بکنید به یوتیوب خود کتاب رو هم میبینید. خب البته اگر کسانی بخوان این کتاب رو دانلود بکنن بخونن همزمان با من یا بعد از با من یا اینها، میتونن برن تا آذرباش کتابخانası با حروف ترکی عربی بنویسن آذرباش با رزه نه با دالزه، آذرباش کتابخانası، و اونجا این کتاب رو میتونید اسمشو تایپ بکنید، کتاب رو میاره. الان اسمش چی هست؟ تألیف منیری. همین منیری رو هم بنویسید براتون میاره. خب حالا در هر حال در یوتیوب شما صفحه رو دارید میبینید، متن رو دارید میبینید. الان ما جلد رو میبینیم، یه مقدار آب رفته یا یه مقدار روغن رفته داخل جلد و خراب کرده. یه مقدار هم اینجا میبینید که کتاب پاره شده، جلدش شیرازش. اینجا مهر کتابخونه هستش. ببینیم چی هست. اینجا نوشته صفحه 41، یه عددی نوشته 41. این کتاب رو هر کی داشته اینجا یه چیزهایی نوشته، اینجا 40 و 41. فکر میکنم اینجا دیگه صفحه 40 و 41. عرض کردم در چیزهای قبلی که در گذشته برای اینکه کتاب خیلی گران بود و انسان‌ها رو تشویق می‌کردن که کتاب رو مثل ما نخونن، که الان برای اینکه کتاب بخونیم با سواد بشیم شستشوی مغزی بکنیم در اصل. چون که شما وقتی چشتون به کتاب تندخوانی میگن، تندخوانی دوستان درک مطلب نیست، شستشوی مغزیه. برای اینکه وقتی به سرعت شما دارید میرید متوجه تک تک کلمه ها نیستید، اما ذهن شما از اینها عکس برداری میکنه بدون که شما اینها رو بتونید نقدش بکنید و اینها میره تو ذهن شما و شما رو شستشوی مغزی میکنه. پیشنهاد من هستش که هیچ وقت کتاب ها رو به شکل تندخوانی مطالعه نکنید، برای اینکه چیز خاصی یاد نمیگیرید، اما این پس ذهن شما پر میشه از اطلاعاتی که فقط برای شستشوی مغزی به کار میره. در این حال که در گذشته کتاب گران بود، کاغذ گران بود، نوشتن گران بود، چیکار میکردن؟ کتاب رو هم میگفتن آقا این کتاب رو ببر روش بحث بکن، بخون و بحث بکن و این تلاش بکن این کتاب رو نقد بکنی، این رو نقضش بکنی، این رو کنکاشش بکنی، ردش بکنی نظریات کتاب رو. در نتیجه 3 بخش کتاب رو بالای صفحه سمت راست صفحه و اگر باشه این طرف باشه سمت صفحه و پایین صفحه سفیدی بیشتر میذاشتن، برای اینکه اون خواننده نظرات خودش رو، نقد خودش رو، اعتراضات خودش رو به این کتاب و نویسنده رو اونجا بنویسه. خب
در قبل از این هم یه تعداد صفحه سفید میذاشتم برای اینکه اگر در اون صفحه چیز نشد بگه که صفحه فلان اونجا ادامه همین نقد رو مینویسم، میرفت اونجا مینویس. حالا به نظر من میاد که این 41 صفحه قبلی سفیده تا این سفید بیاد. صفحه البته از سفید 40 شروع میشه. خب حالا اینجا ما با خط خیلی خوبی روبرو نیستیم، مثل خط من، حتی از خط من بهتره. البته من به این زیبایی نمیتونم بنویسم. این کتابخونه هم در Süleymaniye کتابخانه‌سی نگهداری میشه و Əlyazmalar bölümündə böyüşlər, bağışlar, yazma bağışlar، یعنی بخش کتاب‌های خطی و وقفی. باغışlamak یعنی بخشیدن، کتاب‌های بخشیده شده جا گرفته این کتاب. و demirbaş nömrəsi، این نمیدونم demirbaş nömrəsi چی میشه، اصطلاحات کتابخانه‌داری ترکی هستش که من چون در زبان ترکی کتاب نخوندم، تحصیلات نکردم، دانشگاه نرفتم، کتاب ترکی رو به زبان ادبی استاندارد علمی تخصصی نمیدونم، در نتیجه با ضعف مواجه هستم. از جمله ضعف‌های دیگر من اینه که هممون این حالت رو داریم، همه کسانی که ما اگر با یه خطی، دست خطی یا الفبایی آشنایی نداریم، چشم ما در خوندن اون چشم و مغز ما و همراه زبان ما در خوندن اون بسیار آروم حرکت میکنه. خب حالا عادت نکرده، وقتی که عادت بکنیم مثل زبان فارسی که من عادت کردم دیگه، ما کلمات رو غلط هم بنویسن، خود ما در سیاق جمله، در کانتکستی که داریم میخونیم اون رو اصلاحش میکنه مغزمون. چشممون غلط رو دیگه دقت بهش نمیکنه که غلط بگیره، مغزمون خودش اتوماتیک غلط ها رو نمیبینه دیگه، چون کلمات رو حفظ کرده، همینجوری میخونه. حالا بعض مشایخ cümle tarikleri Hazreti Ali'den münteşirdir. Nakşibendiye Süleyman'dan Keruye Kimlan Pertoviye Cabiri'den. اینا چیزن؟ نقشبندیه سلیماندن، کبرویه کمیلدن، پرتویه جابردن. اینا هر مذهب عرفانی هستش که داره میگه دیگه. مشایخ میدونیم که شیخ ها طریقت هایی که از حضرت علی میخوان به اصطلاح الگوشون حضرت علیه، عبارت از نقشبندیه که رهبرش چی بوده؟ شیخ ارشدش سلیمان بوده، از سلیمان. کبرویه از کمیلدن، از کمیل اومده. پرتویه جابردن، از جابر سرچشمه گرفته. ابوذر غفاریدن و ابوذر غفاریدن. کمیل گبرویه یا کبرویه از کمیل، پرتویه از جابر ابن حیان چیه از اونها، و ابوذر غفاریدن. و جهریه یا جمریه، اینو کامل نمیدونم چیه، از حسن بصریدن، از حسن بصری. دردمیشلر، حالا اینم یه عرفانه، مثلا من اصلا نشنیده بودم. صوفی هایی که Derdmişler Sufiyeli bağlı efendinin risalesinde. Derdmişler hem ye çiziye Sufiyeli bağlı efendinin risalesinde müserrehdür Hazreti Ali'den ma'khuzudur mecmui tariq demişler. مجموعه اینها از حضرت علی اتخاذ کردن راه روش عرفانی خودشون رو، اینجوری خودشون رو معرفی کردن. حالا پس این کتاب بیشتر به نظر میاد که در رابطه با طریقت باشه، یعنی عرفان‌های گروه‌های مختلف باشه، ولی نمیدونم، هنوز ما نمیدونیم. ذکر اخفایی aldı Çün Süleyman
گل olub cana امامه همان، گل olub can lə imamه همان. حالا یه شعر گفته در مورد این سلیمان که گفتیم مرشد یک طیف از شیوخ بوده. گفته یه شعر گفته که ذکر اخفایی aldı جون سلیمان، وقتی که ذکرهای مخفی رو به دست آورد سلیمان، گل olub can lə بنده و برده از جان و دل برده امام شده. امامه همان یعنی همون لحظه که اینها رو فهمید که از کار مخفی رو متوجه شد، از جان دل aldı جون، اینجا میتونه هم جان باشه هم چون باشه، به برده اون تبدیل شد. یکی دیگه گفته bir gol بوزر غفاری دور اگر مظهر همیشه، احتمالا اینها پشت سر همن. اکه مظهر همیشه ای جانان، این هم bir gol از ابوذر غفاری دور اگر مظهر همیشه ای جانان. آنن از میخوام اینجا اگر نیست و اکه هم نیستش، آنن دوباره این هی آخری که حالت هی آخر دیده میشه این دوباره نونه. دیروز در یک کتاب دیگه متوجه شدیم که نون رو اینجوری می نویسه. حالا که هم که میدونیم در بعضی مواقع نون خونده میشه. آنون مظهر همیشه ای جانان. پس یک سخن از حضرت ابوذر غفاری گفته که مظهر همیشه مظهر اون امام، یعنی آنن مظهری همیشه ای جانان، مظهر امام علی بوده، ای جان جانان. جار ضربی دخی کمیل زیاد، جار احتمالا این جان باشه، جان ضربی دخی کمیل زیاد اخذ ادوب اولدی اول دخی بویان. جار ضربی احتمالاً چار ضربی یا جار ضربی دقیق کمیل زیاد، کمیل ابن زیاد یک جار زده، جار ضربی. اخذ ادوب گرفته ازش، اولدی او دقیق بویان، او بویانده. بویانmak یعنی رنگین شدن، به یک چیزی آلوده شدن. میگه این رنگ امام رو گرفت، اینجوری میخواد بگه. ذکر برای هر اون مذهبی که بالا گفتن ادعا کردن که از حضرت علی خودشون رو گرفتن، این طریقتشون رو، هر کدوم با یک شعری خودشون رو معرفی کردن. ذکر جهریه‌ای حسن aldı. ذکر جهریه آشکار، جهر علنی فکر می‌کنم باشه اگر اشتباه نکنم، کلمه عربی است، البته اینا همش عربی دیگه. ذکر جهریه‌ای حسن aldı. حسن که بالا گفت اون ذکر جهریه رو به دست آورد. آننده ایلدی بو سری ایان، ایلدی بو سری ایان. آننده یعنی در همون لحظه حسن چیکار کرد؟ اون ذکر رو که گفت بو سری ایلدی ایان، این سر رو ایان آشکار کرد. Bir tövidi که onun نور بخشیدر، bir نوید، حالا اینجا نمیدونم این یه تشدیدم اینجا داره، bir nöyle ki nur بخشیدر جابری etti anide احسان، آنیده احسان. حالا این کلمه اولشو بیر نویه، نوید بلکه بتونیم بخونیم، نمیدونم، که نور بخشیدر، نه بیر احتمالا بیر نور که بیر نور در اونون بیر نورنون بخشیدر، احتمال میدم اینجوری خونده باشه. حالا او نور اون بخشنده هستش، جابر آینده آننده احسان.
آنین یعنی در همون لحظه احسان کرد. خب این هم این 4 شعری که درباره این 4 طریقت نوشته. خط کتاب رو میبینیم. اولان سعادتی لکاتب الوف جیان، احتمالاً جهان هم میتونه باشه ولی جیان، خزیندار وزیر مکرم اهل یمین. حالا داره معرفی میکنه نویسنده رو یا چیزی. اوله محمد امینین افندینین دائم، امین بن افندینین دائم، ولی نعمتی صدر و زارتنده مکین، چراغ ایلد اوزات عالی قدر زهی، طریق خواجه نانه ایلدی کانه ایلدی دخول همین، معمر اوله حسب اولن حبیب و نصیب آل رسول، سمی جدی کبی oldu aciz acizane muin. Dedim mücevher tarihinin به اون خدا، بن oldu نشئه علوم جیانه، ulufun ciyane خواجه امین. 1168 این کتاب نوشته شده. اینجا هم آورده. پس اینجا حالا احتمالاً دوستان بر اساس یه علمی هستش که من بلد نیستم، این حروف رو با اونایی که بلدن این حروف رو دقت میکنه، از روش تاریخ در میاره و خود این تاریخ رو زده. خب صفحه اینجا بریم صفحه بعد. کتاب با اون خط متفاوته. اون خطی که الان خوندیم یک 2 صفحه نوشته بود، اون با اصل کتاب متفاوته. یکی اونجا نوشته دیگه، احتمالاً کتاب رو خونده، یه چیزایی رو تو صفحه های سفید کتاب نوشته با قلم خودش. هازا کتاب و تألیف منیری مرحوم رحمه الله تعالی. این کتاب نوشته منیری هستش که خدا به اون مرحوم رحمت بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی تفرد و تفزز به اسراره المخزونه و الصلاة علی من هو الاولی لتحقیق تلک الخزائن المکنونه و علی آله الکرام و اصحابه العظام الذین یرزوا فی، حالا نمیدونم این چیه، باید بخونیم یرزوا وافی ابراز آثار المسنونه. اما بعد از اینجا به بعد ببینیم که چی میگه. به نظر میاد که bu امهات اصول و مهمات فحول اولان لمعه غرا و لمحه اولیانن، دیده دلگشادر آنی yazmağa باعث و تحرین بادی bu oldu ki Hazreti Teala Cellehu چی orada bir şey yazıptı. هر حالا نگاه کنید دوستان، من دارم این کتاب رو برای اولین بار باز میکنم، دست نوشته هست، غلطم میخونم قطعا، باید ببخشید دیگه، سوادم اینقدر نیست و روی کتاب چیز نکردم. میخوایم بگیم که آقا کتاب ترکی هستش، موضوعشو پیدا بکنیم اینا و بدونیم که خب به ما گفتن ترکا کتاب. جالبه که این در عثمانی هم همین، یا در ترکیه امروزی هم همین دوره، فکر میکنن که ترکا کتاب ندارن و ما یعنی این بدبختی جهان ترک فکر میکنه کتاب نداره، برای اینکه 250 سالی در اشغال هستیم. اشغال از هندوستان شروع شد. اول حکومت ترک ها در هندوستان از بین رفت و ترک ها اونجا یواش یواش هندیزه و فارسیزه و اینا شدن. بعد یواش یواش عثمانی رفت و بعد حکومت قاجار از بین رفت و بعد ما اصلا فکر کردیم که ترکا کتاب ننوشتن و فقط زبان فارسی نوشتن.
زبان و اینها به ما تبلیغات کردن که آقا زبان فارسی زبان رسمی ترک‌ها بوده، زبان مشترک بوده، زبان ملی بوده، یه چیزایی که الان مفاهیم جدید رو بردن به تاریخ 1000 سال قبل. ولی ما در اینجا کتاب خوندیم، حداقل سه تا کتاب معرفی کردیم که 1000 سال قبل نوشته شده به زبان ترکی و با الفبای ترکی عربی. اینو گفتیم. حالا دوستانی که بخوان ببینن این منظور من از ترکی عربی چیه، میتونن به 2 بحث قبلی، 2 روز قبلی از 18 تا الان میتونن این بحث رو پیگیری بکنن. حالا bu امهات از کلمه امه یعنی خیلی مهم، اصول و مهمات، دوباره همین امهات اصول تو اسلام برای اینکه قوانین رو تأسیس بکنن و علوم دینی رو بر اساس یک اصول و قوانین هم بنویسن، هم بخونن، هم درک بکنن. یه قوانینی گذاشتن اسمش اصلا اصول، مثلا معالم، اصول علم، اصول فلان. خب اصول فقه، اصول تحقیق فقهی، اصول تحقیق تاریخی، اصول مثلا بگیم که فلان یه حدیث اومده، اینو ما از کجا بفهمیم دروغ راسته؟ اومدن یه اصول گذاشتن، گفتن اگه بر اساس اون اصول باشه درسته، میپذیریم، پذیرفتنیه. اگه بر اساس اون اصول نباشه پذیرفتنی نیست. حالا میگه از امهات اصول و مهمات فحول اولان لمعه غرا و لمحه اولیانن دیده دلگشادر آنی اون یازمق. حالا این یازمق دقت بکنید دوستان، در ترکیه امروزه این دیگه وجود نداره، اما در آذربایجان و در بسیاری از کشورهای ترک این وجود داره با همین. و یازماق رو یازماک نمیگیم، در الان در ترکیه یازماق میگن، ولی ما چی میگیم؟ یازماق. البته الان بعضیا میگیم یازماق، ولی میبینی که اینجا به همون. حالا من فکرم بر این تصورم این کتاب در دوره عثمانی نوشته شده یا قبل از عثمانی، این تفکر من هست. حالا ببینیم یه تاریخی گفته که گفتیم دیگه، اینجا یه تاریخی گفت در صفحه بالا، گفتش چقدر 1168 نوشته شده. گفتیم حدود 400 سال قبل این کتاب نوشته شده، یعنی در دوره عثمانی نوشته شده. در اون مقطع اگر حتی در هند هم نوشته شده باشه، در چین هم نوشته شده باشه دوستان، با حروف عربی نوشته شده. حتی در چین که الان اویغورستان رو اشغال کرده و اجازه نمیده اسلام رو اینا رو نگه دارن، روی پول چین یوان شما با الفبای عربی، یعنی الفبای عربی ترکی، میتونی ببینی که به ترکی نوشته که پول چینه. خب ولی شما این رو در ایران نمیبینید. و من خودم شخصا میتونم اخبار اونها رو بفهمم، یعنی اویغورستان رو برای من خیلی قابل درکه. ولی مثلا فکر کنم بذار ببینم ازبکستان بود، قرقیزستان بود، یکی از اینها رو نتونستم بفهمم کاملا برام. البته هنوز به اخبار گوش نکردم، ولی این در سوشیال میدیا این دخترها هستن که کلمات رو بازی میکنن باهاش، اونجا دیدم متوجه نشدم. البته این دخترها چون از نظر ادبی مثل من هستن، به زبان استاندارد آشنا، این کوچو بازاریه دیگه. الان همین دخترها و پسرایی که دارن در زبان ترکی دارن با هم بحث میکنن، اینا خیلی هاشون، نه اینکه همشون، خیلی هاشون به زبان کوچو و بازاری صحبت میکنن. اصلا اینها در مورد ادبیات ترکی، زبان ترکی هیچی نخوندن، در نتیجه هر چی رو میشنون یکی میگه یه جایی اونم تکرار میکنه. حالا خب از اینا بگذاریم، برگردیم سر کتاب خودمون. باعث و تحریری نه بادی باردی رسید bu oldu که حق تعالی اینجا احتمالاً حبل یا چی، اینو کاملا نمیتونم، اداره میدونم یه چیزی، هر عبدینه
اکثر مراداتına ve اغلب مهمات ظاhiresine müsaade ettiği eltafi hatire olunup andan meşşi olan اینجا این یک کلمه رو دوستان بذارید بزرگش بکنم اگر اجازه بدید ببینیم که میتونیم اینو خب ببینید اینجا من تلاش میکنم که این کلمه رو بخونم اینو منتشی مشتنی آندان مشتق من میتونم بخونم این رو بگم که منتشق نه آندان حالا اولان نشأت منشأت این از همین کلمه نشأت چیز کرده مشتقات اینه منتشا آندان منتشا olan nişate zahire ve mümkünatı bahire ya saadete ve ya şegavete tealluk edip ve setahruc ve سخر لکم و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض این آیه قرآن هست. عرض کردیم که روش با یه قلم حالا اینجا به نظر میاد که قلم کدر قرمز هستش قرمز توت قرمزی میگیم در ترکی یعنی سرخ به طرف سیاهی این خط کشیده که مشخص میکنه این ترکی نیست. Ayet-i kerimesinin mezmuni semtinden bir gaç همون bir gaç یا کاچ الان کاچ در ترکیه کاچ میگن در قدیم گاچ بوده الان ترکیه چون غیر و خیلی زیاد به کار میبره میگن گاچ bir kaç satr yazılıp tasvid ölündükte tasvid olundukta تأیید خاطره تأیید خاطره için lisan gayb diyor ehli dilan tabir ettikleri Hacı Hafiz'in rahimehullah divanından tefeül edip حالا این میگه که به دیوان خواجه حافظ تفعل زده چرا که ایشون لسان غیب دیر اهل dilan tabir ettikleri لسان غیب دیگر اهل دل به یه آدمی لسان غیب گفتن که تعیین ettikleri şimdi Hacı Hafiz'in rahmehullah divanından tefeül edip ona bir fal از اون یه فال گرفته bu مطلع زیبا که صدق نمادر açıldı میگه که یه شعری باز شد که مطلعش یعنی اون شروع شعر زیبا مطلع زیبا که صدق نمادر صدق نما یعنی صدق داره باز میکنه صدق رو نشون میده açıldı بیت بلبلی خون دلی خورد بیت اینجوری میگه بیت اگه دقت بکنید بیت رو با رنگ دیگری نوشته با همون رنگ بالا خط کشیده بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد این بیت اولش باد غیرت به سرش حال پریشان دل کرد باد غیرت بسرش اینجا با سات نوشته من دارم اینجوری میخونم بسرش حال پریشان دل کرد. حالا قبلا دوستان ما اشعار حافظ رو یکی از بزرگان به ترکی ترجمه کرده بود چند سال پیش تقریبا همزبان با حافظ بود حالا 50 سال اینا این ور اون ور یکی حافظ رو به ترکی آورده بود من اونجا پیشنهاد دادم برای اینکه ببینید در دیوان حافظ چقدر دست بردن از اون روز تا الان برید این کتاب ترکی که هم پارسی حافظ رو نوشته هم ترکیش رو نوشته این رو مقایسه این رو دونه دونه بنویسید
مقایسه بکنید با حافظ الانی، ببینید که الان در حافظ چقدر دست بردن. حالا این بیتو گفته که پس و اصلو. حالا دوباره اینجا یه خط کشیده، یعنی این ترکی نیست، عربیه، به خصوص آیه قرآن هست. بس و اسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس اینجا میگه پس و اسالو، بپرسید از اهل ذکر. حالا ذکر رو معنی احتمالاً بکنه یعنی چی؟ من به نظرم یعنی کسایی که نمیرن مسجد نماز بخونن. نه اون ذکر نیست. این کنتم لا تعلمون، اگر یه چیزی رو نمیدین از اهل ذکر بپرسید. ببینید در دفعه قبلی که داشتیم فکر کنم یه تفسیری رو داشتیم میخوندیم، یا یه کتابی که یک سوره رو چیز کرده بود، ترجمه کرده بود، داشتیم میخوندیم، اونجا گفتیم که در علمای ترک، مفسرین ترک، ذکر رو به معنی اینکه برید شما بگید سبحان الله سبحان الله لقلقه زبان بکنید نیست، بلکه با توجه به مفهوم مقابلش که چیه، میگه لا تعلمون، اگر نمیدونید یه چیز رو از اهل ذکر بپرسید. اهل ذکر یعنی چی؟ یعنی از عالمان بپرسید، از کسانی که در یک رشته تخصص علمی دارن، از اونها بپرسید. چرا که اونها ذکر و فکرشون چی هست؟ اون علمه، اونجا تخصص داره، شما میتونید از اونها بپرسید اگه یه چیزی رو نمیدونید. وگرنه مثلا من فرض بکنید که جد من، پدر من، همسایه من، دوست من تسبیح رو گرفته دستش، هی ذکر میگه سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. خب این آدم چی میدونه که مثلا من یه چیزی نمیدونم میخوام ازش بپرسم؟ این چه میدونه؟ از پزشکی بپرسید، از آسمان بپرسید، از نجوم بپرسید، از ریاضیات بپرسید، از هندسه بپرسید، از فیزیک بپرسید، شیمی بپرسید، دارو هیچ نمیدونه. خب پس این ذکرش نیست، این ذکر رو نیست. اصلا از اون آدم ها چیزی نمیپرسن، از اون آدم هایی که ذکر اونجوری میگن اصلا چیزی نمیپرسن، چون اون فقط به هوس این که بره بهشت و فکر میکنه که با اون میره بهشت. آقا من قبلا اینو ترجمه کردم، اونایی که یه شاعر ترک میگه که، حالا شعر کامل یادم نیست، اولاری که ادیانالlar اودو بردان اپارالlar، اونایی که در جهنم در آتش خواهند سوخت، در جهنم آتشی وجود نداره عزیز من. شما آتش رو اینجا شعله ور کردید، با خودتون میبرید جهنم. ببینید فرق نگاه ما با دیگران چیه؟ نگاه ترک و اندیشه ترک بسیار متفاوته. حالا شما همین آیه رو برید از زبان فارسا بخونید ببینید چی میگه. فهو اسنجه بعض اخوانه داخی ارز yüz gösterip ve ha mutlak bazı اهل حقه و ها، این حالا ها میتونه باشه gösterip وهاب مطلق، و این وهابه احتمال میدم، وهاب مطلق بعض اهل حقه حقل مناسبت جهتیله دایه توجهی و قاعده طلبی زیاده edip تتبع eden yüz tuğan ve çi ketbe tatbik eyle ve تحری و تدقیق ایله لوح dilde تصویر edip بعدهو صورت کتابته گترب. لکن این بعدهو، باز بعدهو عربیه، برای همین بعدهو صورت کتابته روی این خط کشیده که حالا همش عربیه گترب. لیکن تطبیق اسناسinde بعضی فضلانın رسائلinde تحقیق و تمییز و تدقیق مفامنده جبری و قدری اقوالینی
rədd edib, mən etmək mənziləsində təhrir və təstirini ədd edib, təstirini ədd edib, sayıb. اینجا عد یعنی شمرده. و حقایق اشیانın اقتضا ve istidadine اصل مسئله و اساسini قصر edib. اینجا قصر کوتاه میشه. و قابلیت ذاتine امرine و خصوصine فعل اختیاری ile. حالا داره در مورد جبر و اختیار وارد شد. میگه آقا ما به کتاب‌های دیگران مراجعه کردیم در مورد جبر اختیار اینا. رفت آقا دو قضیه فلسفه و احتمالاً فلسفه درون دینی نه برون دینی. در اسلام فلسفه یه چند تا فیلسوف هستن که فلسفه برون دینی رو بررسی کردن، کار کردن. اکثر فیلسوف 99% فیلسوفان جهان اسلام قدیمی نه جدید رو کاری نداریم که در 100 سال گذشته اگه بوده باشه فیلسوفی در 150 سال گذشته بخصوص اگه بوده باشه تحت تأثیر غربی ها قرار گرفتن. اینا با فلسفه غرب کار کردن. اون دیدگاه پشت، چون که اصلا هیچ کدوم اینها نمیدونن که فلسفه خودشون چی کار کردن. نخوندیم آقا، نخوندیم. واقعیت اینه که اجازه ندادن که ما این کتاب رو بخونیم ببینیم این فیلسوف، این آدمی که اینو نوشته چی گفته. گفتن اصلا شما کتاب ندارید، شما فلسفه ندارید، شما چیز ندارید که. حالا بذارید ببینم، من تلاش میکنم که ببینم این یک اسمی پیدا بکنم ببینم این یک چی نوشته. و خصوصی لفعل اختیاری ایل صادر olan معاسینی حصر edib که جناب حقدن قصر و الجایی نفی eylemede قول ölüne diyor tahkik قول ölüne diyor tahkik لیکن رأی نشیابا اینجا و نسبی، اینجا احتمال میدم که رأی اشیا و نسبی الاشیا قبیلیnden olup bunun mazmuninden lazım gelen fasade موجب عجز رب الاربابdır. حالا تا الان که متوجه یه چیزی نشدیم بذارید ببینیم. احتمام لابد olup تحریرine شروع olundu. بذارید اینجا رو بخونیم. نه اینجا رو بخونیم. و معانی آخرdır آندن تفافل edip تغافل edip. این باید غافل باشه، غفلت. تغافل edip فهمینی صفحه پسندی حیزنده. حالا اینجا پسندی نمیشه، این باید صفحه پسندی حیزنده وضع buyurmuşlar. آنا بناءن غیرت دینیه و مصلحت اسلامیه قصدیyle حلال و ورن. حالا این خلال احتمال باشه. قصدیyle خلال veren akdeleri hal için ve onların tahrir ve tagririnden lazım gelen mefasidi ref için ki o ilinde zikr olunsa gerektir adel daiye ve aidiye sebebiyle iş bülmece بیازه gelmek. حالا اینجا ببین که دارم به چاه میفتم، به چاه دست انداز دارم میفتم. اقدام و اهل حق لازم olan مبانیده احتمام لابد olup تحریرine شروع olundu. lakin جامع جایع اسرار علل illiye معلول و انواع جرم ile مدخول olup کبر متقا عند الله لن. حالا کبر
مت اینو عربیه ولی نمیتونم بخونم. این الله لن تقولوا ما لا تفعلون. ها کبر احتمالا مطلقا کبر. این از همین کبر آیه شروع میشه. این الله لن تقولوا ما لا تفعلون، اون چیزی رو که انجام نمیدید نکنید. هنارات ذکر اولنا تاکیم قلوب، تا که قلوب طالبینه آیین تمرین و آینه تمثیل و تبیین و عریکه فهمه تلین یا تلین و وجهنده صورت بولا و آنه ظاهر اولان کمسه. آقا اسمی داره نمیاره. تا اینجا دیگه ما 3 صفحه تقریبا خوندیم. کتاب خیلی راحت میشه خوند، فهمید. یه مقدار اگر ادامه بدیم دوستان کاملا چشممون با این حروف آشنا میشه، با کلمات آشنا میشه، با دست خط آشنا میشه. مثلا بعضی از کلمات رو اینجا نگاه بکنید، مثلا این کلمه ممکنه که برای ما خوندنش سخت باشه، اما من این میگم چرا این صفحه اینجوریه، برای اینکه چرا این اوکی میگم که چرا اینجوریه، چون که میبینم اینجا اینو گذاشته مثلا در صفحه بعد نیست. برای همین بوده که ما صفحه قبلی رو مثلا اینجا ما لا تفعلون باید اینجا میومد. اینو من دیدم اینجا آرونون، یعنی آرونون چیز اینجا باید این میومد. اوکی من اشتباه میکردم، اینجا صفحه بعدی رو نیومدم، در عرض از اینجا اومدم به صفحه بعدی. اینجا بود که گفتش که ما چیکار کردیم، به فال زدیم، ما رفتیم صفحه پایین. از اینجا بود ارز اولونوب سمت سهتندن دوچه بذارید حالا یه ذره دیگه دوباره اینو بزرگش بکنیم. من میخوام دنبال یه اسم بگردم که ببینم چه کسی اینو نوشته. مشاوره و استشاره اولونده قد نصرک قد اولندگندن. اینجا یه چیزی اولندگندن دایه دل الجا ادب، دایه دل الجا ادب قرآن شریفه داخل تفاعل اولونوب ان العفو معروزونه آیه کریمه سی. این آیه که اومده به قرآن تفاعل کرده کلمه فتح اولونوب، این گشوده شد. افتتاح کلام، باز کردن کلام و فازایت ذل انعام و حالا این دوباره این کلمه احتمالاً عربیه متوجه نمیشم. من اینو فایت ذل انعام bu vəchə üzərə 100 küslərican təb kədər alud və bal nəzər peymud və qiblinə احتمالا حالا یه جایی فارسی هم بوده و قبلنه بود bu دخی زیاده خاطر نشان olmadı سبب olub. خب گفتیم که ما در اینجا نمیخوایم کتاب بخونیم، در نتیجه غلط خوندنمون به نظر من ایجاد مشکل نخواهد کرد، برای اینکه ما میخوایم بگیم که یک کتابی هست به این با در ترکی هستش، در حالا این کتاب ظاهرا در رابطه با فلسفه و اینجور چیزا هستش، فلسفه اسلامی هستش یا نظریه های اسلامی یا عقاید اسلامی هستش.
حالا مثلا اینجا یک چیزی رو کتاب تنویری ده ذکر eder له. اینجا خیلی هم به چیز خط کشیده، اینا همش قرآنه. دوباره اینجا خیلی به آیات اشاره کرده و همش مربوط به قرآنه. و این کان به قضائهی و شیعته bu tefhim ve تعلیم ziyade izah üzeredir ve bundan malum oldu ki Hakkı Tebarek ve Teala emr dinide her kim ya hüküm ferman edilse ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim götürdüyse mucibine getirdiği mucibine amel فرض و واجبdır. پس هرچی خداوند گفته و حضرت محمد اون رو گفته، اون عمل به اون واجب هستش. فاستقم کما امرت، استقامت بکنید، بایستید، عمل بکنید همونطور که امر شد به شما. امری یعنی اون امری که خدا اینجوری میگه فاستقم کما امرت، استقامت داشته باشید همونطور که امر کردم. امری ای بیان ادور، امری ای بیان ادور و سنن نبوتن دخی نه که ایراد ölündüyse riayetine سعی آنın اهم umuridendir. Yoksa bir rağbi takdire havale edip Xacə Hafizin و امثالinin جبری، حالا حافظ جبری مذهب بوده به گفته این، جبری اخرى ابیاتی له استدلال محض زلال دور. میگه گمراهی اگه فقط به شعرهای ایشون استدلال بکنید، زیرا شعری و ادیبی آلترنین سوزی شو حالا دیگه ادامه ندیم که بریم یه صفحات دیگر رو هم ببینیم. من این کتاب خیلی بزرگ شده. جالبه این دیگه کوچیکم نمیشه، از این کوچیکتر نمیشه شد. خب الانم اونقدر کوچیک شد که اوکی. حالا این کتاب گفتیم که 139 صفحه هست و ما بریم مثلا یه صفحه دیگر رو هم ازش بخونیم. البته بهتره که بریم آخر کتاب. من به اسم خودم حساسم، هر جا این رو چشم تندخوانی میکنه اینو میبینه دیگه اونجا یک قفلی میکنم که ببینم اون چیه، در مورد هدایت چی میگه. که هدایت اسم زیباییه. اینم بگم من اسم کوچیکم رو دوستان جستجو بکنید در گوگل. تنها اسم میگه که انصاف علی در روی زمین فکر کنم تنها اسم من هستش. شاید به غیر از من کسی اسمش انصاف علی نباشه. البته ظاهرا یک نفر دیگه قبل از من بوده که اسمش انصاف علی بوده و اسم من رو هم نمیدونم چرا از روی اسم ایشون برداشتن. حالا به نظرم خط تغییر کرد، نویسنده تغییر کرد، یعنی نویسنده که اونی که خط رو می نوشت تغییر کرد و اینجا من این صفحه ها رو دیگه بهتر میتونم بخونم. یعنی به نظرم این صفحه ها از نظر کیفیت نگهداری کتاب، اینکه صفحه ها خیلی چیزه بهتر به نظرم دیده میشه و راحت تر میشه این رو خوند. خیلی خط جالبی هست. همینجوری داریم ورق میزنیم. حالا من از اینجا یک کلمه یه چند جمله بخونم برای اینکه ببینیم فهم نصیب عینی ظاهر اینا سرورا. اوکی.
فهم تصیب و عینی ظاهرا اینما سرو و هم فی گوادی باطنا اینما حلو. این یه شعر عربیه. لهم ابدا منی حنو ان جفو ولی ابابیل، احتمالاً ابابیل الیهم و ان ملو. تتمه، تموم شد. آیت کریمه ده و حدیث شریف ده حق جل و علا ارادتنی حب تعبیر ایلدی. به حب، شاید این حب باشه، میگه به حب تعبیر کرد در اون چیزه. و بعضی گلرینین حقینده در مورد بعضی از بندگان. گل به معنی بنده هست. مثل ببینید علی گلو یا انصاف گلو مثلا، این به این معنی نیستش که ما برده هستیم. اون چیزی که در اسلام هست مثلا عبدالله، اون برده خدا نیست. این یه صفته برای این آدم، یه افتخاره که من گول خدا هستم، برده خدا هستم. برده اونجا معنی نمیده، اونجا اسم خاصه و اگرم باشه به معنی افتخاره. افتخار به این که من برده خدا هستم. حالا فرض بکن که مثلا اونایی که برده پولن این فرق میکنه، اونایی که برده مثلا الان خامنه‌ای‌ان، اونایی که برده یعنی فرمان برن دیگه، این یه چیز دیگه است. اینم میگه آقا من برده یه چیزم. و بعضی گلرینین حقینده، درباره بعضی از بندگان خدا حق درباره اونها. و یحبونه دیگرler جانیندن اول و جمله صورت رضا جستردی. میگه در حق اونها و یحبونه، وقتی که خدا میگه و یحبونه یعنی اونا خدا رو دوست دارن. دیگرler اونا که میگن ما خدا رو دوست داریم، جانیندن اوله یعنی جان اونها از جانشون و جمله صورت رضا گستردی. اونا جانیندن اول و جمله یعنی از جانشون به اون و جمله صورت رضا گستردی، یعنی در هر صورت رضایت دادن به اراده خدا. پس معلوم اولدی که سبق حب کریمی مهر سعادت و قمر هدایت علوب حظ افق عنایت ده طلوع ایلمشتر لکن رحمت امتنانی نیسنه مطیع و آسیه تعمیم و رحمت مقیده سنی صالح گلرینه تخصیص و حب. حالا داره این یه مسائل عرفانی رو اصلا اول کتاب متوجه شدیم که در مورد 4-5 گروهی که خودشون رو منتسب به عرفان، گروه های عرفانی و تصوف صوفی که خودشون رو منتسب به حضرت علی میدونن، نظریات عرفانی اونها رو در درون عقاید اسلامی بررسی میکنه. خب این دیگه از اول مشخص شد دیگه. این یک کتابی است در این مورد که داره به ترکی صحبت میکنه. اینجا هم نظم گفته، یه شعری هستش سوی معنی رو که معنی باقی است. اینجا فارسی این شعر: زان که در معنی خدایت ساقی است، سوی معنی رو که معنی باقی است برو به سمت معنا و ادراک. معنی دوستان یعنی اون چیزی که در ذهن ماست و حس رو میکنیم، یا اون مفاهیم عمیق فلسفی دینی، اونا رو میگه. زان که در معنی خدایت ساقی است، برای اینکه ساقی اون معنی خداست. چقدر زیبا گفته اینجا. هر دم از مصنوع. حالا این دیگه اینجا شعر فارسی هست، گفتش رفتنی توی سوی معنی این بود که همیشه عمرت اندر دین بود، اما آنلار قوای عقلی جهات معرفت صرف اتمیه. اما اونایی که قوای عقلی خودشون رو در جهت معرفت صرف نکنند، لابد اول عقل علمیان
akıllamayan kimselere ricz ikbal idir. لابد اونهایی که عقلشون رو به عقلامین یعنی عقل رو به کار نمیگیرن، به اونها رجس کلمه عربیه به معنی نجس، اقبال دور روی خوش نشون میدن. کسایی که عقلشون رو به کار نمیگیرن، به اونهایی که عقلشون رو به کار نمیگیرن که مردار هستن روی خوش نشون میدن. یعنی فعل قبیح توجه ادب، یعنی برای اعمال زشت قبیح توجه کرده، توجه ادب که ابتدای قباحت گوای عقلی تعطیل ادب. میگه ابتدای قباحت چیه؟ قباحت به زشتی پیش پستی. میگه چیه؟ میگه قوای عقلیشو تعطیل کرده. چون قوای عقلیشو تعطیل، الان مثلا تو ایران قوای عقلی ملت، دولت رو کاری ندارم، اونا که اسفل السافلینن، اما ملت هم قوای عقلیشون رو تعطیل کردن. برای چی؟ دنبال گبهن، دنبال کارهای زشتن، اینکه سر هم کلاه بذارن، سر شوهرشون، سر همسرشون، سر زنشون، سر همسایه‌شون، سر اینا، از نظر ناموسی، از نظر مالی، از نظر همه چیز عقلی تعطیل لی مقتضای نفله تینت طبیعت قالب. میگه که فکر میکنم اینجا نفله باشه یا حالا چی، اینو کامل نتونستم بخونم، نقد تینت طبیعت قالب. میگه به اون رسیده به طبیعت. حیوانات چجوری در طبیعت رفتار میکنن، مثل سگ‌ها مثلا، میگه اینها هم به اون مرحله رسیدن. حالا عقاید عرفانی رو داره توضیح میده. کتاب اینجاها خیلی بهتر مونده، قابل من راحت‌تر میتونم بخونم. اینجا یک کلمه تصحیح دیدم، ببینیم این چیه. بریده قال من یرید حوت الاخره والحرت الآتی والحرث لآتینا لابنا، نمیدونم این چیه، الا بالبذر الصحیح والتبذر الصحیح لجمیع الخیرات والسعادات لیس الا فی الاخلاص و لا اخلاص فی هذه الصورة و فیه ایضا ولا مجال للاخلاص الا بان یکون بمعضل عن الریاء والسمعة فقوله تعالی تضرعا و حسبه تشتمل یا مشتمل علی جمیع الشرائط. اوکی، اینجا یه مقدار آیه عربی یه چیزایی رو گفتی که احتمالاً بعضیش حدیثه، بعضیش سخن بزرگان هست، یه جایی هم خدا به خدا استناد میکنه، به الله استناد میکنه. حالا از مثنوی هم اینجا مثال آورده، کسر مثنوی 10 دله، چون توانی که بدان رو کرده ای، از دل و از جان بدان خو کرده ای. رویتن در چیست ای بی کمان، کرنبانانی و گر با جانان تو جان. گر به نان نانی و گر به جان تو جانی. جان بنده عین خواجه باشد در امور، هر دو را یک بین اگر داری تو نور. بازم رفته تو دیگه، از مثنوی این شعر رو خونده. بنده چون دلخواه خواجه می کند، پود جان بر تار امرش می تند. دست پای، حالا این فارسیش هم که ادامه داره تا کجا کار تا که کردی وصل یا همین هم هستش. اینجا فعلا حق شد تا جنبش او که دوباره هنوز ادامه داره. باشد مدام شارگدا مذکور درکی رسول الله صلی الله علیه و سلم کلمات قدسیه ده buyurup حقدن حکایت eder مازال عبدی یتقرب این دیگه متوجه شدیم که در این کتاب برای بیان عقایدش از شعر فارسی، آیات قرآنی، احادیث و حتی نوشته هایی که بزرگان در زبان عربی گفتند و نوشتند
استفاده کرده، چرا که در اول کتاب گفتش که ما از در این بحث ها اون حرفایی که به اسلام، عقاید اسلامی ضرر داره اونها رو نمیاریم، دلایل اسلامی رو نمیاریم. صلوات. حالا اینجا نگاه کنید، اینجا یه حاشیه میبینیم، یعنی این کتاب رو حتی یه کاغذ رو بریدن چسبوندن به اینجا که بیرون از کتاب دیده میشه و اون چیز رو نوشته اینجا: اللهم صل علی سیدنا محمد صلوات تنجینا بها من جمیل الاحوال والآفات و تقضى لنا بها جمیع الحاجات و تطهرنا بها من جمیع السیئات و ترفعنا بها اعلى درجات و تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات و فی الحیات و بعد الممات. این هم اینجا یه چیز گفته علا 1000. خب بریم آخر کتاب دیگه. این کتاب ترکی هستش و چون حالا ببینید در حتی با اینکه عقایده، حالا اینجا رو دقت بکنید دوستان، ما در دانشگاه چه کار میکنیم؟ کسایی که در دانشگاه درس خوندن اینو میدونن که ما یه موضوع رو برمیداریم به عنوان کار تحقیقی، میریم در رابطه با اون دیگران چی نوشته‌اند، نویسندگان دیگر، استادان دیگر، استاد غیر استاد، کسایی که کتاب نوشتن در گذشته، میریم ببینیم که چه کسایی درباره این موضوع نوشتن. مثلا پیدا میکنیم 10 نفر 20 نفر درباره این از کتابخونه، حالا میشه پیدا کرد دیگه، اینا الان به خصوص دیگه راحت تره، برای اینکه یه جمله رو تایپ میکنید مثلا مورد نظرم این هست، کتابایی که در اونجا این کلمه این موضوع در اونجا به کار برده نوشته شده اونها رو میاره. بعد ما میریم اونها رو نگاه میکنیم تو فهرست، اون مطلب رو پیدا میکنیم، صفحه‌شو میریم اون صفحه رو میخونیم و ازش یادداشت برداری میکنیم میاریم. حالا 10 تا 20 تا از اینا خوندیم، 2 تاشون 3 تاشون 5 تاشون استفاده میکنیم در کتابمون، اسناد میدیم، میگیم کتاب فلانی در کتاب فلان در صفحه فلان در سطر فلان اینو نوشته، متنشو میاریم. این کار علمی اینه، کار علمی کتابخانه‌ای اینه. کار علمی آزمایشگاهی بخشش اینه، بخشش تو آزمایشگاه انجام میشه. حالا اون نظریات رو میاریم و بعد میگیم آقا نظر ما اینه. حالا مثلا یه کار تحقیقاتی انجام دادیم تو علوم انسانی، رفتیم نظرسنجی، مثلا میگم نظرسنجی یه تحقیق میدانیه، آوردیم دیدیم که نظر اونها رو رد میکنه. این کتاب 10 تا نظریه که جمع کرده بودیم گفته بودن، نظر اونها رو رد میکنه. ما یه نظریه جدیدی از اینجا پیدا میکنیم، میگیم نظر من هم اینه، می نویسیم که اونها اینو گفته بودن، ما بر اساس این تحقیق به اینجا رسیدیم، نظر من هم اینه. نگاه کنید 3 تا موضوع شد، یعنی دیگران، تحقیق و نظر من. خب این یه کار علمیه، اینجوری میشه کار علمی. حالا در گذشته چی کار میکرده این آدم گفته آقا من تحقیقم طرفدارانه است، تعصبیه، من مسلمونم، عرفان رو قبول کردم، من اجازه نمیدم در این کتاب اقوالی که به اسلام و عقاید من ضربه بزنه رو بیارم. تموم شد. اینجا میدونی که این تعصب داشته بر موضوع، بی‌طرف نبوده. ببینید بی‌طرف بودن در هیچ علمی وجود نداره، اصلا علم بی‌طرف نیست. علم رو شما وقتی به کار میبرید یا وقتی روش کار میکنید با یک دیدگاه و فرضیه هایی دارید روش کار میکنید، برای همین هی تغییر میکنه. یعنی وقتی شما نظریه ها رو نگاه بکنید تا الان به قول آقای جناب اوگوستورک هیچ اصل علمی وجود نداره که باطل نشده باشه. به نظر من به علتش این بوده که ما برای یه ایدئولوژی، یه فکری، یه هدفی، یه فرضیه رو گذاشتیم روش کار کردیم، یه مدتی به ما کمک کرد، حالا یکی میاد یه فرضیه دیگه میاری اون باطل میشه. متوجه شدید؟ بی‌طرفیش از اون طرفدار بوده دیگه. حالا امروز مثلا فرض بکنید که امروز انیشتین نظریه داره، یه طرفداری علمی هست، یه چیزی هستش، این فردا باطل میشه به خاطر اینکه یه چیزی رو این نادیده میخواسته بگیره، یه چیزی رو طرفداری کرده، یه عقیده‌ای رو. حالا
زیاد روی این بحث نکنیم. این آدم اومده چیکار کرده؟ رفت آقا چند تا علمای دینی، اون زمان عالم بودن دیگه، رفتی به دین و غیر دین نداشته، علمای اون زمان رو رفته بررسی کرده نظراتشون رو، گفته آقا در مورد عرفان مثلا موضوع فلان عرفان، جبر و اختیار، ببینم حسن چی گفته، حسین چی گفته، کاظم چی گفته، نصیر چی گفته، سهراب چی گفته، رستم چی گفته، حافظ چی گفته، بابک چی گفته، نمیدونم اردوغان چی گفته، ارسلان چی گفته، اینها رو جمع کرده اومده، حالا آیات قرآن و احادیث هم در رابطه با اون جمع آوری کرده، حالا نشسته داره کتابشو می‌نویسه، اسناد میکنه. تقریبا یه کار علمیه. چرا کار علمیه؟ برای اینکه اولش گفت آقا من این کتاب اینا رو نمیارم، یعنی نگاه کنید، گفت آقا من این دلایلی که به اسلام ضربه بزنه نمیارم. خب این خطشو مشخص کرد ولی علمیه. گفت آقا اون قسمت رو من کاری ندارم، این قسمت رو کار دارم. درون دینی مال این کار علمی درون دینی هست، یعنی درون این جامعه، درون این دین، ولی علمیه، یعنی رفته کتاب‌ها رو خونده آورده برای نظر خودش. این کاری که امروز در ایران شیعه ها انجام میدن، در جاهای دیگه هم خود اونا انجام میدن دیگه، حالا همون کاره. یعنی کتاب آقا اینجا تموم میشده، یه بخشی از کتاب اومده اینجا تموم شده، بذارید ببینید چقدر هم حاشیه داره این اواخر کتاب، خطش هم خیلی عوض شده. نگاه کنید این خطای آخرش رو یه مقدار نگاه بکنیم، خطش خیلی عوض شده. دوباره نویسنده این سومین نویسنده، حالا وسطش هم ممکنه عوض شده باشه، این سومین نویسنده استش که داریم میبینیم. من تلاش میکنم یه چیزی، یه اسمی، یه چیزی اینجا ببینم که ببینم آیا میتونیم بر اساس اینها نویسنده رو، اسمی از نویسنده پیدا بکنیم یا اسمی از سفارش دهنده کتاب بتونیم پیدا بکنیم، خیلی عالی میشه. دارم اینو الان تندخوانی میکنم یه ذره، اینجاها عربیه، اینجاها هم که عربی هست، همینجوری دارم چشم میگردونم که ببینم. اوکی. به اون الله الملك الوهاب فی عشر الاخیر من الشعبان، فی العشر الاخیر الاخیر میشه، حالا اینجا یه واو افتاده، این فکر کنم درست نیست، من شعبان المعظم سنه اسنا و ستین و مئه و الف. خب این کتاب رو در 1162 نوشته، در دهه آخر شعبان 1162 این کتاب رو من از افل عباد احتمال میدم این مصطفی باشه، مصطفی ابن مراد خاکپای نقشبندی، این خودش اصلا عضو، خب برای همین ایشون جزو نهضت یا جریان نقشبندیه هست، اسمش هست مصطفی که فرزند مراده، خاکپای نقشبندی، بکتاشی شیخ رضا قدس الله سره العزیز، خاکپای این شیخه، اسمش چیه؟ شیخ رضا هست. ایشون مریده، مرادش چی هست؟ شیخش کی هست؟ رضا قدس الله سره العزیز. تعلیف قلنده افندی مرحوم. خب اینجا پس اومدیم اول نویسنده رو الان پیدا کردیم، اونجا تاریخ رو پیدا کرده بودیم، اینجا هم نویسنده رو پیدا کردیم. حالا دوباره ادامه میده این کتاب رو با یه خط دیگر، یکی دیگه شروع میکنه. فی بحث الوجود معلوم علول که فی البحث الوجود، رفت حالا بحث وجود داخل فلسفه هست دیگه، عرفان نیست، رفت تو فلسفه. فی الوجود معلوم علول که حق تعالی حضرتینن. حالا اینجا اجازه بدید اینو یه ذره بزرگش بکنیم ببینیم که میتونیم بخونیم. حضرتینده وجودیندن نوری علور اعیان
saniye ilmiye üzerine منعکس oldu. خب داره میگه که حالا این وجود از وجود خدا نوری است که چی شده. بعدن این میاد تو فلسفه چیز، شیخ اشراق و اینها، این شیخ دیگری که از زنجان هست، در اونجا یک معنی دیگری پیدا میکنه که میشه اونها. حالا ما اونها رو خیلی دیگه نخوندیم. اینجا وارد فلسفه شد، یه چند اینجا وارد جوهر میشه. تو فلسفه از وجود صحبت کرد، حالا بعد از وجود میاد به جوهر و اینها صحبت میکنه. الان به مسئله جوهر رسید. این فلسفه است. آخرش کتاب تموم شد. یعنی اومده یا یکی این کتاب اینجا تموم شد. این بالا کجا بود؟ نقشبندی. اینجا این کتاب تموم شد. خب دوستان، از اینجا به بعد اون قسمت سفیدی که عرض کردم کتاب رو چیز میکنن، سفید میذارن برای اینکه خواننده نظرات خودشو اونجا نقد خودشو بنویسه. این حالا یه نفری که این کتاب رو خریده خونده، تو حاشیه هم براش نوشتن، چند نفر احتمالاً خوندن، چند نفر حاشیه نوشتن. این صفحه آخر، این 2-3 صفحه آخر، 4 صفحه آخر رو یه نفر خونده، گفت آقا شما وقتی دارید از در مورد خدا وجود صحبت میکنید، این وجود از خدا چجوری اینو خلق کرده. از اونجا صحبت در مورد جوهر اینا صحبت میکنه. یعنی این یه فیلسوفی این کتاب رو خونده، خریدار این کتاب یه فیلسوف بوده. حالا اون کتاب عرفانی رو که به جهان از زاویه دید عرفان نگاه میکرده، نویسنده اصلی از زاویه دید عرفان به جهان نگاه میکنه، به تمامی مسائل، به دین و امام و پیغمبر و هر کس از دیدگاه قدسیت دینی نگاه میکنه و تلاش میکنه از اون منظر این رو عقلانی نشون بده. خب این آدمی که فیلسوف بوده، نظرات اونو خونده، اومده اینجا نقدش رو نوشته برای این کتاب. یعنی اومده در 4 صفحه به کل کتاب نقد وارد کرده که حالا میبینید این نقد اصلیشه. اینو یا خودش نوشته دوباره که به نظر میاد خودش ننوشته، یکی دیگه است. این قلم با این قلم فرق داره. بعد اینجا هم یکی دیگه یه چیزی نوشته که این دوباره با این فرق داره، با این دوتا فرق داره. و اینجا دوباره یکی یه چیزهای دیگه مثلا نوشته عقل اول، جوهر فرد بسیط، قلم حبوطی، روح. یعنی اینا، این عقل اول این یه چیزه، یه بحثه، داره نقد وارد میکنه، میگه که اینجا به عقل اول مثلا بحث این چی میگن بهش، نوت برداری، نوت گذاشته، میتونه در مورد این صفحه ها بنویسه. جوهر یه چیزیه که اینم داره بررسی میکنه. فرد بسیط، اینم یک کلمه. اینا کلمات کلیدی فلسفی هستش که این آدم اینو نوشته، مثلا یا نقدش میتونه بکنه یا یه جای دیگه مینویسه. قلم در قرآن اومده، بحث دینی، درون دینی هستش، برون دینی هم میتونه باشه، تاریخی هم ما میتونیم نگاه بکنیم به قلم نوشتن، خط و قلم کی شروع شده، چه شکلی اومده، اونم هست. هیولا، روح. هیولا دوباره تو فلسفه اسلامی مطرحه، روح تو فلسفه دینی مطرحه یا تو دین مطرحه. خود قرآن هم میگه که از تو درباره روح میپرسم، بگو که روح امر خداست و ما نمیدونم. پیغمبرم اونجا میگه که من نمیتونم در مورد روح براتون چیزی بگم. حالا اینهایی که خودشونو برتر از پیغمبر و خدا میدونن در مورد روح خیلی حرف میزنن. خدا گفته که آقا این بگو امر خداست و من پیغمبر چیزی در این مورد نمیتونم بگم. پیغمبرم گفته آقا این امر خداست، من چیزی در نمیتونم بگم. ولی این ملاها اومدن گفته که نه آقا ما میگیم و خود پیغمبرم از پیغمبر خیلی بالیم. لوح و نفس و این کلک چیزی هستش اینو نمیدونم. اینجا طبیعت و اینا دیگه هر کدوم جسم کلیه، اینا کلمات فلسفی هستش که در فلسفه اسلامی خیلی مهمه. من به نظر من اول باید یکی که میخواد اسلام رو بشناسه، عرفان رو بشناسه، خصوصا عرفان از نظر در مکتب نقشبندیه بکتاشیه رو بشناسه، اول باید این کتاب رو بخونه.
بعد بیاد این 4 صفحه فلسفی رو در مورد اون بخونه، تازه یه چیزایی متوجه میشه. حالا بریم ببینیم که صفحه آخر چی شد. قصه هست، چی هست؟ قطعه یعنی یه شعر. یاز هر آنچه هستی، بازا. پس اینجوری باید بشه، بازا هر آنچه هستی، بازا کو کافر بت پرستی، بازا این در که ما درگه نومیدی نیست، این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار گر توبه شکستی، بازا. این از اون شعر. اینم روز محشر است، حیران سادگان نقش بندند. حالا این در مورد نقشبندیه هم یه شعر هست. روز محشر است، حیران سادگان نقش بند، اهل جنت شادمان از خادمان نقش بند، زینت شهر بخارا از قدوم شاه ماست، مقربانی 7 کشور مقربان 7 کشور مدخان نقشبند، 6 جهت را سیر کردن در طریق عاشقی، از ازل هم تا ابد دیوانگان نقشبند. صلب صدیقی است سادگان در میان عاشقان، نعت احمد مدح یزدان در زبان نقشبند. حالا در مورد نقشبندم یه شعر گفته. آقا کتاب تموم شد. خب ما امروز یک کتاب رو دانلود کردیم به زبان ترکی در مورد عرفان که یه مقدارم فلسفه داره. حالا میتونیم بگیم فلسفه عرفانی، همونطور که در علم میگیم فلسفه علوم سیاسی یه چیزه، فلسفه سیاسی یه چیزه، تاریخ یه چیزه، فلسفه تاریخ یه چیز دیگه است. خب دوستان نگاه بکنید، ما در اسلام هم میگیم عرفان یه چیزیه، فلسفه عرفان یه چیزیه، تاریخ عرفان یه چیز دیگه است. همونطور که میتونیم بگیم سیاست، علم سیاست، تاریخ علم سیاست، فلسفه علم سیاست. متوجه شدید؟ اینجا هم ما میتونیم بگیم که این کتاب رو بخونیم، میتونیم به جامعه شناسی عرفان در اون تاریخ، به تاریخ عرفان بر اساس این کتاب در اون تاریخ، به فلسفه عرفان در اون تاریخ. حالا در کنار این عرفان شیخ بندیه چی گفت؟ من یادم میره، ببخشید به خاطر این نقشبندی بکتاشیه، اینو عرفان نقشبندی بکتاشیه، تاریخ عرفان نقشبندی بکتاشیه، فلسفه عرفان و تاریخ، نگاه کنید دوتا شد، فلسفه تاریخ نقشبندی بکتاشیه و فلسفه تاریخ، نگاه کنید 4-5 تا. یعنی ما با خوندن این کتاب میتونیم در مثلا برای امروز 4-5 موضوع علمی بکنیم این رو. حالا به خاطر اینکه ملاها ما رو از دین بیزار کردن، به خاطر اینکه اینو چیز کردن، در زمان شاه هم همین کارو کردن، به خاطر اینکه غربی ها سلاح ساختن و میدونی که تکنولوژی اصلی غربی ها سلاحه، بر اساس توسعه تکنولوژی سلاح هسته که تکنولوژی های دیگر جزئی که میتونیم در زندگی استفاده بکنیم به وجود میاد. یعنی اگر میبینید کامپیوتر به وجود اومده، اول این کامپیوتر قبلا وجود داشته، ارتش ازش استفاده میکرده، نیروهای غربی، بعد یواش یواش یکی اومده اینو تونسته به خدمت ما انسانهای عادی هم در بیاره که انسان نکشیم، تو زندگی خودمون هم استفاده بکنیم. ولی کامپیوتر مثلا الان مثلا فرض بکنیم این لیزری که برای دارو درمان انجام میگیره، الان توپ‌ها و موشک‌هاش وجود داره که با لیزر پرت میکنه، مثلا میتونه یه شهر و یه کوه رو داغون بکنه مثلا. نمیدونم چقدر قدرت داره، چون که اینا الان نمیگن، یه روزی ممکنه به کار ببرن، نمیدونم.
الان مثلا میگن ایران رو میخوان بمباران بکنن، بمب‌های مثلا از 10 تن 20 تن صحبته، اما از سلاح‌های مثلا غیر متعارفی که مثل اتم دیگه، اتم برای سالها خیلی چیز بود، چی میگه، مخفی بود. حالا این کتاب هم حالا به خاطر اینکه در غرب اونها چیز شده، ما مسحور بعد از شکستمون از غرب، شکست نظامیمون و اشغال سرزمین هامون و اشغال مغزمون توسط غربی ها، دوستان ما از گذشتمون که این کتاب ها بود و در زمینه های مثلا ما اگه بخوایم در مورد حقوق بشر صحبت بکنیم باید بریم عرفان اسلامی در مورد حقوق انسان صحبت میکنه. وقتی که این نمیتونه پاشو بذاره روی مورچه، شما از اونجا میاد برای حقوق جانداران استفاده میتونید بکنید. ولی ما الان از این کتاب ها دوریم، ما از این علم، از این تجربه‌ای که نسل‌های قبلی ما روی کتاب ریختن که ماها بخونیم دور کردن ما رو. ما اگر بخوایم تو جهان آینده رشد بکنیم، به یه جایی برسیم، بتونیم با غرب رقابت بکنیم، باید برگردیم این کتاب رو بخونیم. چون این کتاب ها از جامعه جهان، از جامعه شناسی یا جهان شناسی تو ما ترکا برخواسته. ما اگه بخوایم بدون ببین این چرخیه که خلق کردن در گذشته، ما اگر این چرخ رو نداشته باشیم باید بریم خودمون دوباره چرخ اختراع بکنیم. به هر حال ما امروز 3 تا کتاب دانلود کردیم، این یکی رو بخونیم کافیه، روز بعد اون که یکی دیگه از این کتاب رو هم میخونیم. بسیار بسیار متشکرم، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. به امید روز دیگر، روزگاری دیگر و با کتابی دیگر در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.